مقامات کمیته کار با زنان و عائله در تاجیکستان میگویند خودکشی میان زنان کم شده است. ایدیگل قاسم زاده رئیس کمیته کار با زنان روز چهارشنبه 14 فوریه در نشست خبری در دوشنبه گفت در یک سال اخیر 497 زن در تاجیکستان خودکشی کردند که نسبت به سال قبل 99 مورد کم بود. خانم قاسم زاده در ادامه گفت که بیشتر خودکشی ها میان زنان در شمال و جنوب کشور به مشاهده رسیده است و یکی از سبب‌های دست به خودکشی زدن بانوان را به بیماری روانی و مشکل عائلوی آنها ربط داد. اظهارات ایدیگل قاسم زاده در رابطه با کم شدن خودکشی میان زنان در حال است که مدت 2 ماه اخیر چند مورد از خودکشی ها میان زنان و دختران در جنوب تاجیکستان ثبت شد. آخرین مورد خودکشی زن و شوهر در شهر کولاب است که هفته گذشته با استعمال سیرکا به زندگی خود پایان دادند. صباحت سعدالله و 35 ساله ساکن شهر کولاب هفته گذشته سیرکا نوشید و در بیمارستان جان داد. بعد 2 روز جسد شوهر او بیگی جان قربانوف را از تپه های ناحیه واسه یافتند. با اطلاع پلیس بیگی جان قربانوف نیز بعد استعمال سیرکا جان داده است.